سلام مریم خانم، داری چی کار میکنی؟ من دارم این اتکتا رو میچسبونم به اون قفسه مورد نظرشون، ولی یه خبری که الان هست ما دیگه این جنسا رو نداریم. آها، اون طرفی که اتکتا نوشته اضافه نوشته، آره، بیکار بوده. آره متاسفانه اشتباه نوشته، ما اصلا این جنسا رو نداریم چون نیست دیگه. من دیگه پیداشون نکردم. امکانش هست شما جاشو پیدا نمیکنی و نمیشناسی جنسو؟ نه اصلا همچین موردی اصلا نداشتیم تا حالا، اصلا نداشتیم. آها، یعنی شما الان خبره تو کارتون اوستای. 100%. الان من اینو که دیگه میتونم بفهمم. زین، خب زین نداریم. اینه. آها، زین او بالاست، نگاه کنید او بالا مشخص هم هست. اما خب حالا مریم خانوم ندیدن زینو. خب حالا اشکالی نداره. شما صحبتی دیگه ای داری؟ ندیدم. نه البته یه دونه زینم اینجا هست. نگاه کنید این پلاس، نگاه کنید کوچیکه، جنسش دیده نمیشه. نگاه کنید 60 سانت قدشه، 20 سانت هم کلفتی زینه، دیده نمیشه متاسفانه. خب خداحافظ شما پس. 1 hour later. سلام، پیرو گزارش مهیج قبلی یه گزارش مهیج پیوستی عالی داریم. بریم ببینیم مریم خانم داره چیکار میکنه. سلام مریم خانم، داری چیکار میکنی؟ سلام، من هنوز دارم اتکت میچسبونم. موفق بودی؟ یه تعداد از اتکت‌ها کمتر شده که اونا رو خب چسبوندیم، یعنی جنسش رو پیدا کردیم. تقریبا میشه بگو تموم شده، 7-8 تا مونده. اینا مال طبقه بالاست. ببینید و حالش نداشتیم بریم بالا بزنیم، انشالله فردا میریم میزنیم. ببینید اون 200-300 تایی که من بیکار بودم و اشتباهم نوشته بودم و اینا، حالا همه اشتباه شد. خب حالا شما برای سال جدید حرف جالبی بزنید ما داشته باشیم از شما یادگاری. میخوام که در سال جدید آرزو کنم براتون که چشمان بینابینی داشته باشید و ببینید به هر حال حالا یه سری اشتباهات در سال گذشته بود دیگه سال جدید تکرار نشه. انشالله. منم برای شما آرزو موفقیت و تیزبینی میکنم. خیلی